سلام علیکم مردم دیار بیننده کانال. من خدا خواهد کوپروکی راه گویم نزد کانال که پیوست می‌ند بین قشلاق پایان به نواباد بالا علاقه دو طرفشه خونده میکنم. من کار با این موسفیدامون خدا دعوتاشون زیاده کند. حاجی اشورآمد اکی حرمت الله و دیگران سم معلم سهم ارزنده میکرد. خیلی در اینجا نمایان است که واقعا در تمام کارهای یعنی آبادانی هرچی تشکیلاتی هم نباشد، تشکیلاتی هم باشد و نباشد، معلم در اونجا پیش صف هستن. من خدا خودم خیلی بیتون کرده هستم. خدا خیر راه در همین روزه نزدیک به پردگی به استفاده داده می شود. همین کوپروکچه گویه من برکه آمان داخل بیننده ما خصوصا دولنچی ها از این کوچی کلام میگذرید سراسه می شود که راه هم کفتگی هستن و خبر گذراندگی هستن. اونجا به کمتر سوس کرده میگذرید و گفتی مردمی همین دیاری خودمون دوستان. نه خدا خواهد دو طرف راه اپلافکو موندن بیتون ریختگی هستند تا اینکه همین راه مستحکم شود. البته این خبری نو نیست. به هر حال کمی هم باشد گفتم از رفت همین کارهای آبادانی یعنی میگن که آبادی دیار این آبادی وطن است. یعنی که وطن عزیز ما از همین گونه دیارها سرجم شده تاجیکستان عزیز میشن. برای که آوان تمامی حصه گذارهایی که در همین راه حصه گذاری میکنن خدا دعوتاشون زیاده کنن. کسب کاراشون برکتی هست که کاره خودشون پرتافته اومده همین کاره جمعیتی مشغول میشم. کاری هر کی هم نیست. بسیاری هستن کار بر فقط خواب رفتن. من خیلی امید دارم کاره خیر پوش شدن در کار کردن در کار برای آبادی. انشاءالله کسی که اگر سهمگذار بود انشاءالله یک اجر میگیرد، چون که راه سازی شریعت عزیز ما مردم به راه سازی با آبادکاری دنیا و آخرت دعوت میکنه. این هم یکی از همون چیزاش میگو وظیفه های هر یک مسلمان است که آبادی کرده برای کی آوان. خداوند یار مددگار تمامی بیننده های کانال خصوصا مهاجرا که بسیارتر ما رو در مهاجرت نگاه میکنند. خداوند دولتاشون زیاده کند، کسب کارشون برکت که به امید یک رزق روزی میرن. خداوند از هر گونه آفت و بلاها آنها رو نگهدار شود. در مسافرت ها ساق رفتن از نزد پدر و مادر زن فرزند با همین گونه ساق و سلامت مستغنی آنها رو بازگرداند دوستان. و اینچنین دعا میکنیم که همیشه همین کانال های دیار ما همیشه پر از آب باشد و دهقان از آب کمبودی نکشد و همیشه حاصل سرسبز فراوان و خیرمن این دیار و دنیا تهیه کند یک دهقانی شد دوستان. السلام علیکم و رحمت الله. اینجا